بعد اینکه 3 ماه جنگ و قطعی اینترنت و دلار 200 تومانی نتونست شما رو شکست بده، این بار من اومدم با این ویدیو شانسمو امتحان کنم. اگه این ویدیو رو ببینید احتمالاً دلتون میخواد از زندگی خداحافظی کنید و خودتون رو خلاص کنید، اما باید بگم که اصلا ارزششو نداره. این زندگی یه محبت الهیه، یه شانس برای هر کسی که بتونه رشد کنه و به جاهای بزرگی برسه. به خانوادت فکر کن، به داداشت فکر کن. و راستش من صندلی و تناب قیمت گرفتم، لعنتی اصلا نمیصرفه. اما خب بانگایی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم، نمیدونم اصلا در موردش باید صحبت کنم یا نه، اما بعد خوندنش حالم خیلی خرابه. اصلا شدت و غم و اندوهی که این مانگا بهت وارد میکنه بی‌نظیره به خدا. و بیشوخی اگه زیر 18 هستی بهتر این ویدیو رو نبینی که اصلا نابودت میکنه. و اسم مانگا داستان در مورد سمیه است، یه دختر گوشه‌گیر و منزوی که خیلی میونش با اجتماع خوب نیست. چقدر درونگرا بودن سخته. وقتی این احمقا دارن خوش میگذرونن و با هم میرن بیرون، من میشینم ریاضی آمارمو میخونم، خیلی هم جذابه. هی بیای با هم بریم بیرون. Shut the fuck up bitch. من تنها بودنم خیلی هم خوشحالم. نیازی به احمقای مثل تو ندارم. نرتی. اوکی. ساندویچش مزه تون ماهی میده. این احمقا رو اصلا هم دوست ندارم باهاشون برم بیرون. دارم گریه میکنم. سمیه میفهمه در تمام این مدت داشته راه اشتباه میرفته و خیلی هم دوست داشته دوست پیدا کنه و با بقیه خوش بگذرونه. پس میره پیش مامانش آرایشش میکنه، به موهاش میرسه و در نهایت این لولو میشه این هلو. چرا اینجوری نگاه میکنن؟ میدونستم من زشتم، مثل اینکه باید بیخیال بشم. ای سمیه چه جیگری شدی، امروز بیای با هم بریم بیرون؟ مثل اینکه میتونم یه دوست پیدا کنم. معلومه که میام. و اینجوری میشه که سمیه بالاخره میتونه وارد اجتماع بشه، چند تا دوست پیدا کنه و بالاخره مثل اینکه داره زندگیش تغییر میکنه، تا اینکه با آقا مسعود آشنا میشه. هی یو، من یه کلاغ دارم روپایی میزنه، میخوای ببینیش؟ اوه شیت، نقطه ضعفم. فکر نکنم مشکلی داشته باشه. پس بزن بریم بانو. حالا میشه کلاغ تو ببینم؟ چون توماته به نظرت زیادی نزدیک نیستی؟ نه اصلا. اوکی. نه حالا دیگه واقعا خیلی اینجا باید اعتراف کنم که این مانگای هنتاییه و دوستش هم فرانسوی بود اگه براتون مهمه. مسعود جان به سمیه جان قرص مخدر میخورونه تا راحت‌تر کارای اداری بکنه. از اون به بعد سمیه معتاد این قرصا میشه، هفته یه بار به مسعود جان چالا شروع. اما دقیقاً جایی که فکر میکنی این مانگا نمیتونه از این بدتر بشه، دوستای سمیه بهش یه روش معرفی میکنن که بتونه باش کلی پول در بیاره. آخه چه دوستای خوبی. و اون روش چیزی نیست جز شوگرددی. آخه من ریدم تو این دوستان. و سمیه هم پا میشه میره سر قرار با یه شوگرددی. بعد قرار میخواد بره خونه ولی شوگرددی میبرتش به یه هتل. سمیه میخواد بره اما شوگرددی انقدر تعارف میکنه که دیگه سمیه نمیتونه روشو زمین بندازه. انا راستش دیگه خیلی دیره، پس به نظرم من دیگه باید برم خونه. 100 تومن میدم به مولا. اوکی فکر کنم شبم بمونم. و سمیه و شوگرددی با اذون صبح تو شب دیر میرسه خونه. مامانش نگرانه. مامی ببخشید باز دوباره تکرار نمیشه. پشمک کوچولوی من گریه نکن، مامی بهت اعتماد داره، من همیشه پشتتم. این صحنه رو لطفاً به یاد داشته باشید چون در ادامه باش کلی کار داریم. اما حالا سمیه میتونه کلی چیزای قیرون بخره و کلی شواف کنه، پس مثل اینکه ارزشش رو داشته. نه خب نه. در واقع چند از پسرای کلاس وقتی سمیه با شوگرددیش میره به هتل فیلمشو گرفتن و حالا احتمالاً میخوان در ازاش ازش پول بگیرن. سمیه میره خونه، پدرش میگه از کار بیکار شده، حالا خرجشون هم زیادتره. سمیه میگه یه کار پاره وقت پیدا کرده و میتونه توی خرج رو کمکشون کنه. احتمالاً از باباش هم بیشتر در بیاره. پدر مخالفه اما مادر میگه بی خیال آناتا، سمیه دیگه یه دختر بالغ شده برا خودش. پدر جان اینطوریه که بالغ ها. من برم بشاشم بیام. 12 o'clock midnight. تاق تاق. کیه در میزنه؟ منم دادی. بابا چرا بو الکل میدی؟ شات اپ بچ. سمیه تو منو یاد مامانت میندازی وقتی همسن تو بود. لعنتی با پدر و دختری. درسته که حرامه ولی از رو مرامه. آکه اون مال لوات بود. بله
من ریدم تو ذهن این نویسنده واقعا. و خلاصه اینکه سمیه جان در طول روز سرش خیلی شلوغ تفلک. از اون طرف باید به بچهای مدرسه سرویس بده، پتشو نریزن رو آب، از اون طرف باید شوگر ددیشو راضی کنه، از این طرف باید ددیشو راضی کنه. اما در نهایت سمیه جان انقدر دیگه وا میده به همه، دیگه کل مدرسه میفهمن این چیکار است. پس رو نیمکتش حرفای بد مینویسن. سمیه خیلی حالش بد میشه و نمیدونه چیکار کنه. بعد به خودش میگه میتونم برم پیش مامانم، اون حتما درکم میکنه. در واقع پدر سمیه جان به مادر جان عزیز اعتراف کرده که سمیه اونو اخفال کرده تا باهاش کارای اداری بکنه. What the fuck؟ به هر حال فکر کنم حالا میدونیم جایزه بهترین پدر سالو باید به کی بدیم. و مادر عزیز هرچی از دهنش در میاد میگه و مثل سگ میندازتش بیرون. اونم در حالی که گفته بود من همیشه پشتتم و پشتتو خالی نمیکنم. روز مادر مبارک واقعا. البته به مادرش هم نمیشه گله گرفت، منم جاش بودم شاید مثل سگ مینداختمش بیرون. پس سمیه که دیگه چاره ای نداره، از تنها کسی که فکر میکنه واقعا دوستش داره آقا مسعود طلب کمک میکنه و خب اونم از خدا خواسته قبول میکنه. پس از این به بعد سمیه جان میره تا با آقا مسعود زندگی کنه. سمیه مدرسه رو ول میکنه، اما دقیقاً جایی که فکر میکنیم داستان از این نمیتونه دارک تر بشه، سمیه میفهمه آقا مسعود به ساقی موادش بدهکاره. پس برای اینکه بتونه لطف مسعود رو جبران کنه میگه من همه بدیها رو میدم. حالا چه جوری؟ خب معلومه با کارهای اداری. نمیدونم واقعا چی بگم. پس ساقی عزیز براش مشتری جور میکنه. سمیه جان باش کارهای اداری میکنه، پول در میاره و میاره میده با آقا مسعود. بیزنس بدی نیست مگه نه؟ بعد این سمیه جان حسابی ظاهرش تغییر میکنه، موهاشو رنگ میکنه، برنزه میکنه و هر روزشو صرف پول در آوردن برای آقا مسعود میکنه. اون عرق میریزه، درد میکشه، بعضی وقتا واقعا کار میتونه خیلی سخت باشه، اما اون ناامید نمیشه و سخت کار میکنه برای عشقش. واقعا بعضیا باید یاد بگیرن. تا اینکه میفهمه حامله است. اون موضوع رو با مسعود در میون میذاره. اما مسعود جان عزیز در عین ناباوری میگه باید بچه‌شو سقط کنه. پس سمیه هم خر میشه و این کارو میکنه. اما الان خب یه مدتی گذشته، سمیه خیلی وقت نتونسته یه مشتری خوب گیر بیاره. مسعود از دست شاکیه و ازش پول میخواد. سمیه همه جا رو میگرده اما نمیتونه پول گیر بیاره. پس میره پیش آقای ساقی و التماسش میکنه که بهش پول قرض بده. آقای ساقی بهش میگه در ازای کار اداری حاضر بهش کمک کنه، اما یه طرف پول به یه طرف دیگه مواد میذاره و میگه خودت یکیشو انتخاب کن. سمیه خیلی لنگ مواده، اما از اون طرف باید پولی که مسعود میخوادم جور کنه. یعنی اون عشق رو انتخاب میکنه یا هوس؟ معلومه که مواد انتخاب میکنه. ناسلامتی داریم مانگای دارک میخونیم ها. سمیه میره خونه، به مسعود میگه نتونسته پول جور کنه و متاسفه. مسعود کیفشو میگرده و از قضا مواد رو پیدا میکنه و تاخ میزنه سمیه رو کتک و مثل سگ میندازتش بیرون. سمیه التماس میکنه ولی فایده ای نداره. همینطوری که سمیه بیرون خونه نشسته، یه دختر دیگر رو میبینیم که میره به خونه مسعود و از مکالمه‌شون معلومه مسعود تمام مدت داشته به سمیه خیانت میکرده. البته با توجه به رابطه عجیبشون نمیدونم میشه واقعا اسمشو گذاشت خیانت یا نه. حالا سمیه آواره است و جایی رو نداره بره. میره به پارک، اونجا چند تا بی خانمان مهربون پیداش میکنن و بهش کمک میکنن. البته بعد از کارهای اداری. بعد اون سمیه میفهمه باز هم حامله است، احتمالاً از این کارتون خوابهای مهربون. اما این بار تصمیم میگیره بچه‌شو نگه داره و براش زندگی که حقش رو بسازه. و در نهایت ما میبینیم که سمیه تونسته پول خوبی برای آینده بچه‌ش جمع کنه. شاید بالاخره سمیه بتونه با بچه‌ش یه زندگی خوب داشته باشه. کی میدونه، شاید بالاخره این درد و رنج تموم بشه و پایان خوش. اما نه، در همون زمان میبینیم که همکلاسی‌های قبلی سمیه پیداشون میشه و حالا که اونو به عنوان یک کارتون خواب میبینن، اومدن تا بولیش کنن. کلا تمام کارهایی که یه آدم مزخرف میتونه انجام بده. سمیه رو حسابی کتکش میزنن، میندازنش زمین و به شکم باد کردهش که الان یه بچه رو حامله است مثل سگ پا میکوبن و میگن بچه یه آدم مزخرفی مثل تو حق زندگی نداره. یعنی چقدر یه آدم میتونه حرومزاده باشه آخه. بعدم پولاشو برمیدارن و میرن. سمیه حسابی داغون شده. توی سرویس وقتی داره توی آینه خودش رو میبینه اشک میریزه. عینکش رو میذاره رو صورتش، همونی که یه زمانی برش داشت تا مثلا خوشگل‌تر بشه. از عصبانیت میزنه آینه رو میشکنه. از بچه‌اش که احتمالاً تا الان مرده عذرخواهی میکنه که انقدر ضعیف بوده، از اینکه نتونسته مادر خوبی براش باشه. بعد هم آخرین مقدار موادش رو مصرف میکنه. چشماشو میبنده در حالی که لبخند میزنه.
بعد یه دفعه ما سمیه رو میبینیم همراه با دخترش که کنار هم خوشحالن. سمیه از دوران گذشته میگه که چقدر دردآور بودن. دخترش دلداریش میده که دیگه نیاز نیست درد بکشه و اون کنارشه. و در صحنه پایانی عینک سمیه رو میبینیم که رو زمین افتاده. پس سمیه واقعا مرده و همش یه خواب نبوده. در واقع این چیزی که داریم میبینیم سمیه است که یه جوری تناسخ پیدا کرده توی یه جسم دیگه و حالا شاید واقعا بتونه خوشحال باشه. و ببینید من سعی کردم با کمی شوخی این وسطاش شدت افسردگیتون رو کم کنم. به هر حال شما هم گناه دارین دیگه. یعنی همش به خاطر شما بود وگرنه من که الان دارم اشک میریزم اصلا. به خدا که حق سمیه این نبود. اگه به نظرتون سمیه حقش این نبود لطفاً لایک کنید. ولی واقعا وقتی بهش فکر میکنم میبینم برزرک لعنتی از اینم دارکتره. تو برزرک ما 100 برابر بدتر از اینا رو داریم. اما چیزی که باعث میشه این دارکتر به نظر بیاد به نظر به خاطر اینه که توی دنیای واقعی جریان داره، برعکس برزرک که خیلی فانتزی تره و چیزایی که بهش میپردازه واقعا تو همین دنیای خودمون شاید هر روز دارن اتفاق میافتن. پدری که به دخترش نظر داره، مادری که ازش حمایت نمیکنه، بولیای مدرسه که یه زن حامله رو تو سرحد مرگ کتک میزنن. اما خب دیگه از این بیشتر نمیرینم به حالتون. نظر، انتقاد، پیشنهاد، هر چی دارین تو کامنت ها بگید. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و اگه نه 3 بار بکوبید به دکمه لایک. و برای آخر ویدیو هم یه چیزی براتون آماده کردم که هر چی دیدید بشوره ببره به مولا. پس فعلا خدا حافظ.